ادامه بخش چهره‌های ماندگار. ابوعلی ابن سینا. ابوعلی ابن سینا متفکری ابدزنده. دوره سامانیان ثابت می‌سازد که سیماهای بزرگ فرهنگی و علمی تصادفاً به عرصه تاریخ نمی‌آیند، بلکه محیط سازگار و مساعد از بین صدها عالمان و شاعران، خونیاگران و اهل زیا بهترین و با استعدادترین آنها را شهرتمند می‌گرداند. ابن سینا نیز از استادان دانشمند دوره سامانیان درس آموخته، من بعد با ذهنی فوق‌العاده و زحمت‌های فراوان علمی و ایجادیش آثار گرانبهاترین طبی و فلسفی را به یادگار گذاشت. یکی از خصوصیت‌های مهم دوره دولتداری سامانیان توجه به رواج علم و فرهنگ بود. ما می‌توانیم این دوره را به یک خزینه نادر مانند کنیم که بهترین و ارزشمندترین دور و گوهرهای معرفت را جمع آورده برای تکامل عقل و خرد بشریت استفاده نموده است. جهت دیگر افضلیتناک دولتداری سامانیان این پذیرفتن دستاوردهای علم و فرهنگ جهانی بوده. شعار دانش اندر دل چراغ روشن است، کل فرزانگان و اهل علم و فرهنگ را راهنمایی میکرد. محض چنین فضای آزاد باعث شد که فلسفه یونان با اندیشه‌های فلسفی مکتب‌های شرق میانه و نزدیک دسترس دانشمندان قلمرو سامانیان گردد و در زمینه آزادفکری شعبیه فلسفه ارسطو را به پایه بلند بردارد. روزگار و آثار ابن سینا نمونه برجسته خدمت بی‌دریغ و فداکارانه به انسانیت است. او در تمام مرحله‌های زندگی خود، خواه در مسند وزارت باشد و خواه در جاده تعلیم و تألیف و خواه در جریان طبابت، به هدف‌های عالی انسانی و حقیقت علمی صادق ماند. ابن سینا با واسطه اثرهای فلسفی خود جهان اندیشه عصر میانگی را فراخ و زنده‌تر گرداند. راهی رسیدن به حقیقت و کشف اسرار وجود را سرمشق تحقیق خود قرار داد. سینا در طول عمر کوتاه 57 سالش توانست آثار بی‌زوال و گرانبهای آفرد که صدها سال مورد نیاز همروزه عالمان و طبیبان قرار بگیرند. من القانون را در نظر دارم که در قطار آثار بقراط، جالینوس و ارسطو در مکتب‌های عالی اروپا همچون کتاب درسی آموخته می‌شد. این اثر بی‌نظیر واقعاً هم افتخار طب جهانی بوده. از زمانی مورد استفاده قرار گرفتنش تا به امروز شاید به مقدار بیشمار بیماران عمری دوباره عطا کرده است و خواهد کرد. اثرهای فلسفی او مخصوصاً دانشنامه، کتاب الشفا، کتاب النجات، اشارات و تنبیهات، مبدأ و معاد بر رشد فلسفه خلق‌های شرق اسلامی و غرب تأثیر عمیق رسانیده. برخلاف تعصب و ارتجاع، عقیده‌های دنیوی و آزادفکرانه علم را انتشار دادند. شخصیت ابن سینا نمونه برجسته اراده قوی، روح توانا، جسارت کم نظیر در مقابل همه گونه مشکل‌های زندگی میباشد. هرچند او در انتهای دولتداری پادشاهان سامانی به دنیا آمده، جوانیش در ایام تنزل آن گذشته است، ولی توانست میراث بزرگ علمی و فرهنگی آن دوره را از بر نموده، عاقلانه و ایجادکارانه انکشاف دهد. روزگار نامساعد بعدینه، تعقیبات همیشگی سلطان محمود غزنوی و گماشتگان او ابن سینا را پیوسته به فرار وادار می‌ساخت، ولی با وجود ناآرامی‌های دائمی زندگی، محبوسی و گرفتاری و مشکلات و محرومیت‌های دیگر، حتی نابود شدن دستنویس کتاب‌های نو تألیف کرده‌اش، او از تألیف و ایجاد دست نکشیده می‌خواست برای آیندگان آثار گرانبهای علمی به میراث گذارد. چنانکه محققان فلسفه او قید کردند، در تعلیمات ابن سینا عاید به هستی در برابر واجب الوجود یعنی آفریدگار ابدیت ماده نیز اعتراف می‌شود. بنابراین مسئله مهم دیگر در فلسفه ابن سینا که میتوان آن را محور اصلی هستی شناسی و نظام جهانی فلسفی وی به شمار آورد، فرق میان هستی و ماهیت است. در هر مورد ابن سینا سبب حادثه های عالم طبیعی و انسانی را جستجو کرده، به هر مسئله از موقع منطق و عقل سالم برخورد می نماید. حادثه های کائنات و عالم زمینی را در وابستگی تحقیق می سازد.
ибн сино на танҳо олими тавоно, шоири мутафаккир, табиби ҳозиқ, балки сиёсатмадори барҷаста ва муҳаққиқи бузурги ахлоқ низ будааст.